سلام دوستان، به کانال آیندای روشن خوش آمدید. امروز ما با شما ادامه می دهیم آموزش لغت‌های زبان روسی را. دوستان عزیز، در درس امروز ما 25 لغت دیگر در موضوع بیناسازی به شما پیشکش خواهیم کرد. با ما همراه باشید. انژینر، مهندس، прораб، الکتریک، کارکنی صناعت برق، کتلوان، چاهبون یعنی چقری برای انداختن ته کرسی ساختمان، دور، در، خود، درآمدگاه، پراگ، آستانه در، اکنا، ترزه، دیوبل، دریناژ، زهبورکنی یعنی تربه‌کشی، دریل، پرما یا اینکه دریل، کرنیز، приключатель، лифт، энергосберегающая лампа, лампаи каммасраф, взрыв, таркиш, передний фасад، نمای پیش یعنی پیش خانه، یعنی نظر کردن بر پیش خانه، передний فساد، забор، دیوار، کمین، بخاری، огнеупорный، به آتش تاب‌آور یعنی چیزهایی که به آتش تاب می آورند، کвартира، منزل، подвижное соединение، پیوستی حرکت کننده، نستیل، فرش آهنی، اتاژ، آشیانه، فوندامنت، ته کرسی یا اینکه فوندامنت. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.